الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد. برادر سوال نموده اند که سوره بقره آیت 30 را به ما شرح بدهید و بخصوص معنای کلمه خلیفه که در این آیت آمده است با کلام اهل سلف و مفسرین اهل سنت و الجماعت بیان بکنید. زیرا یک داعی دعوت کننده گویا که نامش عبدالحمید است و تخلصش انصاری هست، تاجیک، معنای کلمه خلیفه را جاینشین الله میداند، جاینشین میداند. و این چنین محمد صالح پردیل ایرانی نیز کلمه خلیفه را در یک از سخنهایش جاینشین الله میداند. آیا همین صحیح است؟ بارک الله فیکم. این سوالی برادر بود. الله سبحانه و تعالی در این آیت میگوید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. الله سبحانه و تعالی در این آیت خبر میدهد با پیامبر صلی الله علیه و سلم، چخیلی که این سخن را ابن کثیر رحمه الله و امام طبری و قرطبی و بغوی و دیگر از علمای مفسرین اهل سنت و الجماعت بیان کردند. و اذ قال ربك للملائکه، ابن کثیر میگویند ای وذکر یا محمد، یعنی الله گفت که بگو ای محمد صلی الله علیه وسلم. بگو بکی؟ به قومت بگو، به قومت قصه بکن که الله سبحانه و تعالی به ملائکه ها گفت. و عیناً همین سخن را ابن جریر الطبری ذکر میکند. الله چی گفت؟ به ملائکه ها گفت اینی جاعل فی الارض خلیفه، من در زمین خلیفه رو قرار میدهم. اما معنای خلیفه باید به کدام معنا فهمیده شود؟ البته به همون معنایی که علمای اهل سنت و الجماعت بیان کردند. اهل سنت و الجماعت، من و شما، باید قرآن و سنت را به فهم سلف امت بگیریم و فهم سلف امت را به من و شما علما و مفسرینی که از سلف این امت بودند، به مانند ابن جریر الطبری و دیگر از علمای اهل سنتی که همه میگن که این انسان علمای اهل سنت بودند، به مانند ابن کثیر، به مانند بغوی و دیگر از علمای بزرگی که هستند، از همونها ما باید معنای تفسیر و معنای فهم کلمات قرآن رو بگیریم. از پیش خودمون نمیتونیم که خلیفه بگیم، جاینشین بگیم. در اینجا ابن کثیر میگویند که خلیفه یعنی یعنی قوما یخلف بعضهم بعضا قرنا بعد قرن و جیلا بعد جیل. الله گفت که من در زمین خلیفه رو قرار میدهم. یعنی خلیفه معناش این است که انسانی رو قرار میدهم که قوم بعد از قوم آمده زندگی کردن میگیرد. یعنی انسان ها یک قومی هستند که طولانی در زمین زندگی میکنند. یک جیل یعنی یک طبقه از اونها اگر وفات بکند، طبقه دیگری می آید. یک قوم وفات بکند، قوم دیگری می آید. به مانند این که کودک ها تولد می شوند و آهسته بزرگ می شوند و وفات می کنند و پیش از وفات کردن اونها با یک قوم دیگر از کودک ها تولد می شوند. چخیلی که من و شما از آدم علیه السلام تا امروز آمدیم. آدم علیه السلام پدر همه انسان ها است. آدم وفات کردن، فرزندای آدم، فرزندای آدم وفات کردن، باز فرزندای آدم. یعنی پشتی هم و پی هم آمدن را انا همین خلیفه میگویند. اما خلیفه را به معنای جاینشین الله گفتند، اعوذ بالله، این خطای بینهایت بزرگ است و بعضی انسان ها حتی این کلمه را خطا میفهمند و به کفر میبرند. یعنی فکر میکنند که الله به خودش به کلمه تاجیکی میفهمند که جاینشین دارد.
خیلی که معروف است، جاینشین. و سخنی پردل را گوش کردم که میگوید یعنی الله و انسان، این یعنی دو کس میگد الله و انسان، این چنین سخنها باطل است. البته این چنین سخنها که الله و انسان جاینشین الله، اعوذ بالله، این سخنها درست نیست. کلمه خلیفه نباید ما به معنای جاینشین بگیریم، بلکه خلیفه قومی که پی هم می آیند، قومی که یک جیل بیاید، یک طایفه بیاید، بعد از این طایفه رفتن طایفه دیگر می آید، نو به نو می آیند و زندگی می کنند. ان همین معنای صحیحش است. اما جاینشین به الله کسی که سبحان الله اثبات می کند، یعنی می گوید که الله جاینشین دارد و جاینشین الله این انسان ها است یا آدم است، و اعوذ بالله، این سخن کفری هست و سخن باطل است و سخن اهل سنت و الجماعت نیست. اینی جاعل فی الارض خلیفه قالوا اتجعل من یفسد فیها و یسفک الدماء. ملائکه ها از الله سبحانه و تعالی سوال کردند که ای الله، آیا در زمین همون انسان‌های رو یعنی قرار میدهی که خون میریزانند و فساد میکنند؟ البته ملائکه ها در اینجا خیلی که ابن کثیر و طبری و علما میگن اعتراض به الله نکردند، بلکه یک سوال کردند تا که حکمتش رو از الله سبحانه و تعالی بفهمند. بلکه الله گفت من اون چیزی رو که میدونم شما نمیدونید. یعنی ملائکه گفتن اگر به خاطر عبادت باشد ما تو رو عبادت میکنیم. الله گفت من اون چیزی رو که میدونم شما نمیدونید. و معنای آیت انا همین است که الله سبحانه و تعالی به شما خبر میدهد. بارک الله فیکم.